On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. Yes, they will still shoot some missiles, but we will shoot them down. Of note, the last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran. The latest intel is clear out of CENTCOM. Our strikes are damaging the morale of the Iranian military, leading to widespread desertions, key personnel shortages, and causing frustrations amongst senior leaders. But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff, and he does not back down. You can ask Khamenei about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. بسیار خوب. این هم از این بیانیه بسیار سریع از سوی ایالات متحده. وزیر دفاع یا وزیر جنگ پیت هگست اولین حضور رسانه‌ای در 12 روز اخیر. حرفای زیادی درباره ایران زده شد. لیلا بازی سردبیر MBN و مت کامینسکی رئیس هیئت تحریریه MBN همراه من هستند. و بله شنیدی واکنش‌ها. مت نظر چیه؟ فکر میکنم واضحه. البته تضادهای آشکاری در این بیانیه وجود داره. او دقیقاً گزینه‌های پیشروی آمریکا رو تشریح میکنه و به نظرم اگر اسرائیل یا کشورهای خلیج فارس باشید که میخوان آمریکا قوی عمل کنه و کار رو تموم کنه، میتونن در حرفای او این دلگرمی رو پیدا کنن که آمریکا و رئیس جمهور ترامپ قرار نیست میدانو خالی کنه و بره. کمی دلگرمی. اگر از دیدگاه داخلی آمریکا به موضوع نگاه کنید، باعث نگرانی میشه. 7000 سرباز اونجا هستن و ممکنه ازشون استفاده بشه. و آخرین نکته‌ای که میگم اینه که به نظرم توصیف او از ایران به عنوان کشوری که تعبیر رژیم داده در بهترین حالت دقیق نیست. در بهترین حالت خوشبینانه است. بله، خیلی از آدما عوض شدن. نامه آباد هنوز همونا هستن. اما این همون سیستمیه که در پاسخ به حملات آمریکا خودش رو ثابت کرده. بسیار مقاومتر از اون چیزی که آمریکا انتظار داشت و در آینده غیر قابل پیش بینی تر خواهد بود. فکر میکنم راهی برای گفتگو بازه، اما میدونید بیانیه واضحه ولی هیچ ابهامی در مورد اتفاقات 2 هفته آینده وجود نداره. آندرس، میخوام این رو اضافه کنم که ایران و رژیم ایران اونقدر مقاوم نیستن. اونا به شهادت، به شهدا باور دارن. پس فکر نمی کنم روحیه‌شان آنقدر ضعیف شده باشد. شاید روحیه مردم ضعیف باشد، اما برای اونها به عنوان سپاه، اونها به شهادت باور دارن. آنها به شهادت معتقدند و این والاترین چیزی است که میتونن به آن رسید. پس این همان چیزی است که با آن میجنگید. و طبق گفته مت، این سردرگمی در دولت ترامپ وجود دارد. افرادی موافق، افرادی مخالف و دلایلی مربوط به نفت و اقتصاد داخلی وجود دارد. پس از هگزیت میتونم گفت بله، اونها قصد دارن کاری رو که شروع کردن تمام کنن. اما آیا شفافیتی در مورد پایان بازی یا برنامه اصلی میبینیم؟ خب موضوع این است. میدانید تاریخ‌های مهمی در پیش داریم. راستش برای کسانی که فرهنگ ایران رو نمیشناسن، یکی از روزهای بزرگ سال نو که قبلا گفتیم جشنی تقریبا 2 هفته‌ای است. در روز 13 ایرانی‌ها به طبیعت میرن و اساساً چیزای کهنه رو دور میندازن تا از شر چیزایی که نمیخوان خلاص شن. اونها بیرون میرن و نمادیناً از شر آن چیزا خلاص میشن و این در 2 آوریل اتفاق میفته. این موضوع مهمیه. 2 روز دیگه. پس جالب است ببینیم چه می شود، چون قبلا کسانی از این فرصت برای ابراز نارضایتی از رژیم استفاده کردند. اما این مقدمه برای چند تاریخ دیگر در آینده است. یکی این است که دونالد ترامپ ضرب‌العجل 6 آوریل رو تعیین کرده که چند روز دیگر است. درسته.
خب تکلیف تنگ هرمز چه می شود؟ میدانم چند بار تمدید کرده، اما فعلا این یک تاریخ قطعیه و یک تاریخ دیگر. هفته بعد، شاید هفته بعد دربارش حرف بزنیم، اما هفته بعد 40مین روز کشته شدن رهبر فقید است. سلیمانی. بله، و در میان تعدادی از افراد دیگر. و روز 40 ایرانی‌ها در روز 40 از اون استفاده میکنن. بله، یه نماد بزرگ از فرهنگ است. بله. خب چه اتفاقی میفته؟ درباره شیشم بگو. نظرت درباره اون ضرب الجل چیه؟ مثلا اگر محقق نشود چه اتفاقی میفته؟ منظورم این است که حرف از معامله تاکو زیاد است، نه؟ همون تاکویی که ترامپ همیشه در آنجا میزنه. آیا اینجا کوتاه میاد یا شاید هم نه؟ و در واقع حامیان منطقه او نمیخوان کوتاه بیای و زیان هم شنیده میشه. هفته پیش هیئت بزرگی از امارات اینجا بودن و با این برداشت رفتن که این به میراث ترامپ مربوط است. او متعهد است که این کارو تا آخر ادامه بده. بازارها متوجه این شدن و برای همین وحشت زدن که او قرار نیست کوتاه بیاد و این زودتر تمام نخواهد شد، بلکه ایرتر. و میدونید الان 7000 سرباز در منطقه دارید. یک نیروی اعزامی تفنگداران دریایی هست که قبلا نبود. و ترامپ در گذشته معمولا وقتی تجهیزات و یا نیرو به جایی میفرسته تمایل داره ازشون استفاده کنه. پس فکر میکنم حرفای زیادی دور و بر واشنگتن شنیده میشه. در چند روز اخیر درز اطلاعاتی رو شنیدید که چند تا جزیره در ورودی تنگه هرمز هستن. مشخصاً بحثای زیادی درباره جزیره خارگ در اون طرف خلیج فارس هست، اما اونجا جاییه که میدونید بیشتر صنعت نفت ایران قرار داره. پس فکر میکنم مردم دارن خودشونو آماده میکنن که این بیشتر به یک درگیری زمینی تبدیل بشه که باز هم واقعا بازارها رو میترسونه و واقعا سیاست داخلی آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده. آره، و برای من و از دیدگاه شخصی من نه تنها تنگ هرمز رو به عنوان یک مسئله میبینم. فکر میکنم چیزی که در راه تنگ باب‌المندب هم هست. حالا حوثی‌ها از قبل به جنگ پیوستن، اما این باید دیده بشه. این برای گفتگوی دیگه است. میتونیم در موردش صحبت کنیم. نه، موضوع مهمیه. آره، بحث اقتصاد بین این دو تنگه است که چطور تموم میشه. فکر میکنم باز هم پیام‌های گیج کننده و متناقضی وجود داره، اما پیام‌های واضحی از واشنگتن و منطقه میاد. تنها چیزی که واقعا نمیدونیم اینه که داخل خود ایران چه اتفاقی داره میفته و فکر میکنم این علامت سوال بزرگیه و من خبرنامه آندرس رو خیلی خیلی دقیق میخونم. میدونید قطعی اینترنت وجود داره، اطلاعات خیلی کمی بیرون میاد و ما حتی نمیدونیم اون داره با چی مذاکره میکنه. میدونید ترامپ مدام به رئیس مجلس در تهران استناد میکنه، اما اطلاعات خیلی کمه و مشخصا هیچ خبرنگاری اونجا نیست. پس ما واقعا نمیدونیم چقدر خسارت وارد شده به زیرساختای ایران که بیشتر بخش نظامی رو هدف قرار داده، اما نمیدونیم فضای واقعی اونجا در این مورد چطوریه. و همچنین چیزی که مدام بهش برمیگردم، میدونید به عنوان سردبیر بخش ایران در MBN من روی ایران تمرکز دارم و چیزی که هر روز نظرمو جلب میکنه اینه که واقعا چقدر از چیزایی که در موردشون حرف میزنیم دقیقاً درباره ایران نیست. درسته؟ چه اسرائیل و لبنان باشه که در موردش صحبت خواهیم کرد، چه باب‌المندب دروازه اشکا، چه در واقع در دریای سرخه که واقعا نزدیک ایران نیست. میدونید هرمز هم دقیقاً فقط درباره ایران نیست. منظورم اینه که مشخصاً این گلوگاهیه که اونها میتونن کنترل کنن، اما درباره تجارت‌های دیگه‌ایه که از اونجا رد میشه که دست بر قضا ایرانه. بارها و بارها و بارها چیزایی که در موردشون حرف میزنیم حتی در مورد ایران نیستن و عجیبه همونطور که گفتیم معتاد که در نهایت ما حتی نمیدونیم داخل ایران چه خبره و با این حال میدونید کلی اتفاقات دیگه داره میفته و آدم رو به فکر فرو میبره که انگار غول از بطری خالص شده. مثلا میدونید و امروز هم در این باره صحبت خواهیم کرد، اینه که میدونید ما از پایان جنگ حرف میزنیم. چطور تموم میشه؟ چون حتی اگه جنگ با ایران تموم بشه، خب هرچی یه جور توافقی بشه. این همیشه سوال پیریه. مشخص نیست که بقیه چیزایی که رها شدن واقعا قراره تموم بشن یا نه. بله،
چه کسی و چطور تصمیم میگیرد که این موضوع چطور تمام شود؟ این همون سوالی است که دیوید پتراوس هم داشت. به هم بگو این چطور تموم میشه؟ فکر میکنم مسئله این است که چه کسی پایان را تعیین میکند. مجله اکونومیست هم آخر هفته گذشته یک گزارش ویژه روی جلد داشت که واقعا خشم بسیاری از جمهوری خواهان و حامیان اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس رو برانگیخت و تیتر آن این بود: برتری با ایران است. اینکه ایران فکر می‌کند موقعیت قوی‌تری نسبت به 27 فوریه دارد 27 و اینکه فکر می‌کند کاملا مطمئن نیستم، اما دقیق نمیدونم داخل چه می‌گذرد. به نظر شما برتری با ایران است یا نه؟ اگر بخوام به آنچه در حال رخ دادن است نگاه کنم، اونها واقعاً برتری دارن. هر اتفاقی که الان افتاده 20 ساله که برای آن آماده شدند. اونا چیزی برای از دست دادن ندارن. کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد تا تخت خط می رود. بنابراین اونها واقعا برتری دارن. بنابراین باخت در ذهن آنها، باز هم با بازگشت به تفکر شهید یا فداکار بودن، آنها چیزی برای از دست دادن ندارن. مردم در حال باختن هستند، اما رژیم در مقابل دیگران ثابت میکنه که تاباوره. دیگران یعنی نیروهای نیابتی، اونها قوی هستند. اونها در برابر بزرگترین و قویترین کشور جهان و سپس اسرائیل ایستادند. این طرز فکر اوناست. اونها همان طرز فکری را ندارن که ما، آمریکا، اروپا و کشورهای خلیج فارس نسبت به مسائل و نحوه پایان یافتن اونها داریم. آنها و باید بگویم که این رژیم همانطور که احتمالاً می‌دانیم عاشق کل مفهوم شهادت است. منظورم این است که شما به جنگ 8 ساله بین ایران و عراق نگاه کنید و اساساً منظورم فرستادن مردم در این موجهای انتحاری و به خدمت گرفتن کودکان 12 ساله است که میخوام اشاره کنم. همچنین در خبرنامه این هفته ایران خواهید دید که آنها فرصت‌های استخدامی رو برای کودکان تا 12 سال باز کردند تا برن. خیلی غم انگیز است. اساساً برای جنگ در صورت وقوع نبرد زمینی آماده شن. پس همونطور که اشاره کردی لیلا، میدونی شهادت یک عنصر واقعا کلیدی در این روانشناسی است. و چطور با آن مبارزه میکنی؟ درسته؟ اگر مردم حاضرن تا این حد افراط کنن، اون وقت با آن چه میکنی؟ چطور با آن برخورد میکنی؟ در واقع میخوام با این موضوع فکر میکنم واقعا نمیدانیم در داخل چه میگذرد، اما چند چیز درباره ایران میدانیم. 90% مردم واقعا از این رژیم متنفرند. البته این یکی از جوانترین جمعیت‌ها در خاورمیانه است. این یک تاریخ فوق‌العاده با فرهنگ و غنی است. جمهوری اسلامی یک لکه کوچیک در تاریخ دنیای پارسی است و فکر میکنم واقعاً بستگی دارد به اینکه چطور آمریکا و متحدانش به نوعی مشکل انرژی را حل کنن. اما ما میدونیم رژیم هایی که تا این حد نامحبوب و غیرقانونی هستند معمولاً تحت فشار دوام نمی آورند. این به این معنی نیست که در هفته پنجم یک درگیری اتفاق میفته، اما به این معنی هم نیست که این رژیم 5 ماه دیگر اینجا باشه. فکر من این است که مردم قیام دیگری خواهند کرد، اما نه در حال حاضر. چون مثلا به آن فکر کنید، فقط خودتون رو جای آنها بگذارید. حتی اگر کسی باشد که بخواد علیه رژیم اقدام کند، اما من دارم بمباران میشوم. آیا وقتی اتحادی در میان اپوزیسیون نیست میتونم الان اقدامی بکنم؟ فکر میکنم تا زمانی که فرصت بهتری پیش بیاد و فضایی ایجاد شود چرا خاموش حرکت میکنم. شاید در طول مذاکرات، نمیدونم، فقط دارم تحلیل میکنم. اگر خودتون رو جای اونها بگذارید نمیتونید در 2 جبهه بجنگید. بنابراین قیامی رو خواهد داد، چون همونطور که گفتید آنها از رژیم خوششان نمیآید. آنها نسل جوان هستند و این کار رو خواهند کرد. آنها قبلا این کار رو کردن و فرکوب شدن. کسانی که قبلا وقتی رژیم در اوج بود این کار رو کردن، وقتی رژیم در پایین ترین حد خود باشد هم این کار رو خواهند کرد. همونطور که گفتیم خیلی از اینها به مسائلی مربوط میشه که دقیقاً به ایران یا مسائل داخلی ایران ربطی نداره. و همونطور که قبلا صحبت کردیم، لبنان، اسرائیل، لبنان، اتفاقات زیادی در آنجا در حال رخ دادن است. لیلا تو چه فکر میکنی؟
خب چیزای زیادی هست که به اونها فکر میکنم، اما میخوام چیزی رو که امروز صبح دیدم به اشتراک بگذارم. من معمولا از طریق اینستاگرام مطالبی درباره اتفاقات لبنان دریافت میکنم. داشتم اسکرول میکردم. برای روشن شدن موضوع، لبنانی و آنجا ارتباط دارید؟ بله، من لبنانی هستم و خانوادم هنوز اونجا هستن و متاسفانه برادرم هم آواره شده است. بنابراین صبح فقط سریع ریلز هایم رو چک کردم تا ببینم چه خبر است. بنابراین چیزی بود که توجهم رو جلب کرد. زنی بود که میگفت خیلی متاسفم، من پسرم رو به عنوان شهید به شما نمیدم. قرار نیست پسرم به خاطر هیچ کس بمیرد. این باید متوقف شود. و این از طرف جامعه‌ای که قبلا حامی حزب الله بود. او شیعه است. بله هست. او یکی از کسانی است که آواره شده. او مستقیما به دوربینا میگفت انگار مردم دارن این رو مستند میکنن. ببخشید، نه، پسر من پروژه‌ای نیست که بخواهد به خاطر کسی شهید یا فدا شه. و البته نه به خاطر خامنه ای. اینجاست که میخوام درباره حاکمیت صحبت کنم. میدونید لبنان یعنی حزب الله نه لبنان حرب الاسناد را انجام داد که حمایت از غزه است و آنها گفتن اوه ما میخوایم از غزه حمایت کنیم و همه اینا. و حالا اگر سریع به جلو بریم، بعد از مرگ خامنه ای چه اتفاقی افتاد؟ اوه حالا دیگه بحث حمایت از غزه نیست. حالا میگن نه ما داریم از خامنه ای حمایت میکنیم. شما از چه کسی حمایت میکنید؟ آیا این است یا اون؟ یا روایتشون رو عوض کردن؟ این راهی برای تلاش، نه تلاش. آنها میخواهند سلاح‌هاشان رو در داخل کشور نگه دارن. متاسفانه از زمانی که پیمان طائف رو داشتیم، همون که در خلیج فارس اتفاق افتاد، و زمانی که نخست وزیر مرحوم رفیق حریری رو داشتیم، اون زمان دولت بود، ارتش بود و مقاومت هم وجود داشت. نمیدونم چطور با هم کنار می اومدن، اما وجود داشتن و سلاحاشون هم اونجا بود. اما حالا اوضاع تغییر کرده. دولت و سلام کلمه مقاومت رو از سیاست‌های دولت حذف کردن. این موضوع خیلی مهمیه. بله، اما فکر میکنم این موضوع ضعف دولت سلام و ضعف حاکمیت لبنان رو هم برملا کرده. من با این مخالفم. اما میخوام بگم اولا میدونید به حزب الله اجازه داده شد به اسرائیل حمله کنه که به اسرائیل بهانه‌ای داد تا بگه خب ببینید از شمال به ما حمله میشه، ما پیشرویی میکنیم و این مشکل رو حل میکنیم چون شما حلش نمیکنید. شما حزب الله رو خلع سلاح نکردید، اجازه دادید این اتفاق بیفته. مورد دوم که اتفاق افتاد اینه که لبنان سفیر ایران در بیروت و اخراج یا عنصر نامطلوب اعلام کرده. اون کجاست؟ اونجاست. در بیروت. اونا میگن ما نمیتونیم وارد سفارت بشیم و بندازیمش بیرون. این فقط نشون میده که متاسفانه بعد از این همه سال هنوز هم یک دولت بسیار ضعیفه و تا وقتی حزب الله رو در هم نشکنید، و فکر میکنم حزب الله هم داره با چیزی میجنگه. اونا سال گذشته تمام رهبریشون رو از دست دادن، اما اونا هنوزم تا زمانی که خلافش ثابت نشه قدرتمندترین نیروی نظامی اگر نگیم سیاسی در لبنان هستن. من با این مخالفم. بله، اگر از بیرون به نقشه نگاه کنید، بله، دولت بین رئیس جمهور جوزف اون و سلام ضعیف به نظر میرسه و به نظر میرسه اونا کاری رو که باید بر اساس توافق یا آتشبس با اسرائیل که تحت نظارت آمریکا بود انجام نمیدادن. اما باز هم شما این حزب سیاسی نظامی رو داری که ریشه دوانده و واقعا در جامعه و در دولت نفوذ کرده. پس موضوع پیچیده است. به اون سادگی که به نظر میرسه نیست. اما باید نکته مثبت رو ببینید. اینه که از زمان علیا تراوی در 3 یا 4 رئیس جمهور اخیر هرگز چنین چیزی نداشتید. ما هیچ رئیس جمهور یا نخست وزیری نداشتیم که بگه تنها تصمیم گیرنده جنگ و صلح دولته، نه حزب الله یا هیچ حزب دیگه ای. این برای لبنانیای داخل لبنان موضوع خیلی بزرگیه و در داخل لبنان این فقط یه آرزوه لیلا، واقعیت نداره. میدونم، اما برای لبنانیا چون حالا دارید صداهای دیگه‌ای رو میشنوید که قبلا از گفتن این حرفا میترسیدن، اونا برن میان جلو و همین حرفا رو میزنن.
اما اینجاست که اوضاع خیلی خطرناکتر میشه. خب شما خاطره جنگ داخلی رو دارید بله. و این چیزیه که همه میخوان ازش دوری کنن. نکته. خب میدونی چی جالبه؟ میتونم وسط حرفتون بپرم و بگم که کلمه ایران حتی در چند دقیقه اخیر این بحث هم مطرح نشد. اما به خاطر اوناست. و این برای من نکته جالبیه که ما به سایر درگیری‌های حل نشده خاورمیانه برگشتیم که ایران کاتالیزوری برای ظهور مجدد اونا بوده. اما اونا هیچ ربطی به ایران ندارن. منظورم اینه که بله البته میدونید شیعیان و حزب الله و غیره در ایران، اما در اصل یه سری مسائل کلیدی در لبنان و بین اسرائیل و لبنان وجود داره که فقط یه جور تأثیر جانبی روی ایران دارن یا برعکس. و من این رو واقعا قابل توجه میبینم. این باعث میشه به حوثیان فکر کنم، درسته؟ بنابراین حوثیان ناگهان روز شنبه این دو موشک رو شلیک کردن که سرنگون شدن. اما اونها واقعا دور هستن. اونها از ایران دورن. اونها از اسرائیل دورن. و چیزایی که حوثی‌ها در موردشون حرف میزنن در واقع هیچ وقت ربطی به خود حوثی‌ها نداره، درسته؟ اونا خواهان اجرای توافق غزه هستن. خب غزه از جایی که حوثی‌ها در یمن هستن خیلی دوره. این یه بهانه است. غزه همیشه توسط ایرانی‌ها به عنوان بهانه‌ای استفاده شده تا هر جا که میرن قدرت بیشتری داشته باشن. دقیقاً. این خیلی عجیبه که انگار هر کسی یه دلیل دیگه‌ای داره که میتونه اون رو علیه بقیه علم کنه تا بعد در مورد برنامه‌ها و مسائل خاص خودش حرف بزنه. این موضوع مدام به ذهنم میرسه و میدونید حتی وقتی این جنگ تموم بشه من به شدت گمان میکنم که همونطور که قبلا گفتم ممکنه توافقی بشه. خب عالیه، به هر نتیجه‌ای که برسن. و در مورد جعبه پاندورای اسرائیل و لبنان مطمئن نیستم که به این زودی‌ها درش بسته بشه. خب به خصوص مردم لبنان میخوان یه منطقه حائل خیلی بزرگتر ایجاد کنن و جنوب رو نگه دارن. من فکر میکنم بین کاری که حوثی‌ها انجام دادن و کاری که حزب الله کرده تفاوتی هست. فکر میکنم در مورد حزب الله این به نوعی نشونه ضعف اونهاست. منظورم قطعا ضعف سیاسیه و اونها دارن برای آیندهشون میجنگن. اونا میجنگن تا همچنان نقش داشته باشن. این باعث شده محبوبیتشون کمتر بشه و جالبه که بشنویم این موضوع در جامعه شیعه هم حس میشه. در مورد حوثی‌ها نمیدونم آیا این یه جور نشونه از تصورات در مورد اینه که چه کسی برنده جنگ در خلیج فارسه؟ چون همه ما فکر میکردیم حوثی‌ها عقب نشینی میکنن چون منتظر به رسمیت شناختن کنترلشون بر شمال یمن توسط عربستان هستن. اونها رابطه خیلی پیچیده‌ای دارن که سعی میکنن مدیریتش کنن و اونها در هفته میدونید الان نزدیک به هفته 5 درگیر شدن. بله. فکر میکنم احتمالاً به این دلیله که ایران بهتر از اون چیزی که فکر میکردیم عمل میکنه. اونا حامی ما هستن. انجام این کار یه جور ریسکه و احتمالاً باعث قطعاً باعث خشم ریاض میشه. پس اینکه چطور تموم میشه و بعدش چه اتفاقی میافته؟ پس ما روزهای دوم همونطور که گفتید و 6 آوریل رو هم داریم. و نهم زمانی که 40مین سالگرد یعنی 40مین روز پس از مرگ بسیاری از رهبران ایران به ویژه رهبر معظم رو داریم. خب بذارید این سوالو مطرح کنم. اگه همین الان میتونستید بشینید و میدونید با یکی از چهره‌های خبرساز این جنگی که داریم دربارش حرف میزنیم شام بخورید، اون کی می بود؟ انتخاب شما برای این نشست چیه؟ فرض کنید یه عصای جادویی دارید و میتونید ذهنشون رو بخونید و اونا هم کاملا با شما صادق باشن. برای هر دوی شما اون فرد کیه؟ فکر میکنم اون توی مصاحبه‌های مختلفش با خبرنگارایی که مدام به موبایلش زنگ میزنن کاملا باز عمل میکنه و به نظرم شفافترین رئیس جمهوری که تا حالا داشتیم دونالد ترامپ بود. درباره ترامپ اون کسیه که میتونه حرفای کاملا متناقضی رو باور کنه و به زبون بیاره، اونم فقط توی چند دقیقه. خیلی کنجکاوم بدونم چون این تصور وجود داره که ترامپ شبها مجله فارن افیرز نمیخونه و زیاد
غرق در کتابای گزارش توجیهی نیست، اما یه جور رویکرد غریزی و تقریباً وحشیانه به سیاست و اداره جنگا داره و به همین دلیله که برای خیلیا گیج کننده است، چون تا حالا ندیدن جنگی اینطوری اداره بشه. اما این روش توی سیاست براش جواب داده، توی ونزوئلا هم جواب داد. حالا باید دید در مورد ایران چطور میشه. فکر میکنم نشستم با اون برام خیلی جالب باشه تا بفهمم. باز هم میگم این یه گفتگوی غیر رسمی سر یه چیزبرگر و یه نوشابه رژیمیه، مگه نه؟ اون دیدگاه‌های قدیمی نسبت به ایران داره. یه کلیپ از سال 1988 هست که توش میگه ما قراره با ایران بجنگیم، باید کنترل نفتشون رو بگیریم و شاید مجبور بشیم جزیره خارگ رو هم بگیریم. این حرفا رو در مصاحبه با باربارا والترز سال 1988 زده، 40 سال پیش. جالبه. لیلا، چهره خبرساز منتخب تو برای این نشست کیه؟ یه شام خصوصی؟ ویتکوف. قطعا ویتکوف، چون اون یه سیاستمدار معمولی نیست، اون یه معامله‌گر. و واقعا خیلی جالبه که ببینیم پشت درای بحث چه خبره و مسائل چطور تغییر میکنن. اون چطور با همه اینا کنار میاد و این همه تغییرات، اونم تغییرات خیلی سریع رو همزمان مدیریت میکنه. من با ویتکوف نشستم. یه نکته درباره ترامپ بگم، اگه واقعا بهش سرم حقیقت بزنم، دوست دارم بدونم به کی اعتماد داره. آیا به استیو ویتکوف اعتماد داره؟ واقعا درباره جرد کوشنر چی فکر میکنه؟ چقدر به جرد کوشنر اعتماد داره؟ بیشتر از همه با کی در این باره حرف میزنه؟ روبیوه؟ نقش ونس چیه؟ سوزی وایلز کجاست؟ چون هر کدوم نماینده یه دیدگاه متفاوتن. این خودش یه مصاحبه کامله. همینطوره. مثلا کی بهش زنگ میزنه؟ توی منطقه با چی حرف زده؟ واضحه که بی هست، اینو میدونیم. دیگه چی؟ آندرس، تو چی رو انتخاب میکنی؟ خب شما 2 نفر خیلی محترم رو از آمریکا انتخاب کردید. طرف من دلم میخواست با مجتبی خامنه‌ای بنشینم و بفهمم چه خبر است. پس او ظاهراً بوده است. رهبر معظم ایران پس از کشته شدن پدرش. او در کماست. الان 22 روزه. او کجاست؟ نه تصویری، نه صدایی، بیانیه‌های کتبی که توسط شخص دیگری خوانده می‌شود. او ظاهراً رهبر ایران است. پس من حتی مطمئن نیستم بخوام 1 ساعت بنشینم. من فقط میخوام ببینم سلام کجایی، چه خبر، بعد برم با کس دیگری شام بخورم. مطمئن نیستم او شریک شام سرگرم کننده ای باشد. اما او یک چهره بسیار کم اثر. آیا او یک چهره بسیار کم اثر یا غیر قابل توجه است؟ به همین دلیل است که پدرش نمیخواست او به عنوان یک وارث یا جایگزین میتونه فقط نقش یک عروسک خیمه شب بازی را داشته باشد. حالا هم او همین نقش رو بازی میکند. دقیقاً. و بعد البته میدونید برای تکمیل بحث چه کسی تصمیم میگیره؟ همونطور که اشاره کردی ما نمیدونیم. و این خیلی میدونید، ما میدونیم در تمام این کشورهای دیگر چه میگذرد. ما تا حدی میدونیم که حوثی‌ها چه در سر دارن. ما قطعا میدونیم که کشورهای خلیج فارس، ایالات متحده، لبنان و اسرائیل چه میکنن. و البته کشوری که در تئوری در مرکز همه اینها قرار دارد همچنان یک معمای بزرگ با اینترنت قطع شده است. رهبری که ممکن است در این لحظه واقعا وجود داشته باشد یا نداشته باشد. یه سیستم رهبری تا حدودی مبهم. این همچنان یک معما و یک راز باقی مانده است. و البته این همان چیزی است که ما را به عنوان روزنامه‌نگار درگیر نگه می‌دارد تا بفهمیم چه خبر است. میدانی آندرس، فکر میکنم خیلی جالب است که میگفتی چطور بسیاری از اتفاقاتی که در منطقه میفته مستقیما به ایران ربطی نداره. این یک علت نزدیک است. اما این از نظر من ممکن است اولین درگیری جهانی یا جهانی دیجیتال باشد. حتی دیجیتال هم نه، چون واقعی اثرات آن. درگیری جهانی این قرن. حتی جنگ عراق که ایالات متحده را تقسیم کرد و آمریکا و به نوعی میدونید باعث شد پوتین در روسیه کمی از کوره در بره، تأثیر چندانی بر قیمت نفت نداشت و واقعا در آسیا مسئله نبود. به نوعی ضد آمریکاییگری را بسیج کرد. این
بزرگه. اما این یکی خیلی، ببینید تأثیرش بر اقتصاد اروپا احتمالاً بیشتر از اقتصاد آمریکا و اقتصاد آسیا است. میتونه منجر به بحران غذایی شود. میتونه منجر به بحران بازارهای نوظهور شود، آنچه در بنگلادش و فیلیپین در حال رخ دادن است. شما اکنون ولادیمیر زلنسکی رو در خلیج فارس میبینید، در حال بستن قرارداد با کشورهای آنجا تا نشون بده که یک متحد قابل اعتماده. میبینید که روس‌ها اطلاعاتی رو در اختیار ایرانی قرار میدن که ظاهراً به اونها کمک کرد تا هواپیماهای راداری بسیار هدفمند آمریکایی رو در عربستان سعودی بزنند. بنابراین میبینید که چین آرامتر در حاشیه نشسته است. آنها به نفتن. اونها بعدشان نمیاد اگر ایالات متحده در گل کرده بود. آنها ذخیره برای یک دوره زمانی خاص دارن. کوتاه. آنها همچنین نظاره‌گر رقیب اصلیشون هستند که پتانسیل این رو داره که میدونید ما فکر میکردیم مثل ونزوئلا یه پیروزی بزرگ باشد. حالا دیگه چندان مشخص نیست چون نمیدونیم نتیجهش چه خواهد شد. پس واقعا این به نظرم اولین درگیری جهانی در این قرن است. و من انتظار نداشتم که از خاورمیانه شروع شود، چون به نظر می رسید که میدونید بله قدرت‌های خارجی درگیر بودند، اما درگیری خیلی محلی به نظر می رسید. اسرائیل 10 برابر ایران و این شاید ناشی از کمبود تخیل بود، حداقل از جانب من، که تصور کنم چطور این موضوع میتونه به همه جا کشیده شود. من با اینکه از خاورمیانه شروع شده مخالفم، با توجه به اتفاقاتی که میفته. اونجا همیشه ضعیف‌ترین مکان بوده و همیشه در اونجا بحران وجود داره. حتما باید از خاورمیانه شروع میشد. امروز داشتم به این فکر می‌کردم. ما 2 نقطه گلگاهی داریم، درسته؟ تنگ هرمز رو داریم و بعد دریای سرخ و کانال سوئز و کشتی‌ها و این میدونید صحبت از پیامدهای ناخواسته است. کشتی‌ها حالا دارن از اطراف دماغه امید نیک عبور میکنن. اونها حدود $1 میلیون هزینه سوخت اضافی رو به سفرهای باریشون اضافه میکنن چون مجبورن تمام مسیر رو دور شاخ آفریقا بزنن. منظورم این است که خیره کننده است، نه شاخ آفریقا بلکه مثلا جنوب آفریقا. اثرات زنجیره‌ای این اتفاق تکان دهنده است. میدونید ما طبیعتاً به تورم و قیمت سوخت و غیره فکر میکنیم. و یکی از نکاتی که باید در نظر داشت این است که فکر می‌کنم راحت فراموش می‌شود که ایران اقتصاد نفتی مهمی دارد، اما در واقع درصد خیلی زیادی از نفت جهان رو تأمین نمی‌کند. احتمالاً در رتبه 7 یا 8 قرار دارد. بله. نکته کلیدی موقعیت مکانی و نقاط گلوگاهی است. این موضوع درباره ایران است، اما همزمان فقط درباره ایران نیست. درباره نقاط گلوگاهی است. درباره کشتی‌ها، تورم، جنگ در اوکراین و انواع مسائل. میدونید ما احتمالاً میتونیم بقیه عمرمون رو و کل سیاره با پیامدهای اینجا روبرو میشن. چین بعد از این بالا میره یا پایین میاد. روسیه صعود یا سقوط. قیمت نفت بالا رفت و این به نفع روسیه است. من هنوز فکر نمی کنم. شگفت انگیز است که این موضوع به چه نتایجی ختم خواهد شد. منظورم از نوعی درگیری جهانی این است که پیامدهای جهانی دارد تا حدی که غیر قابل تصور بود و فکر می کنم بازارها هنوز حتی کاملا با آن مواجه نشدند. اما فکر نمی کنم که خاورمیانه جرقه‌ای برای فهمیدم. درگیری مسلحانه باشه. به شکلی که اوکراین قطعاً میتونه باشد اگر روسیه به دنبال اعضای ناتو برود یا تایوان خواهد بود. اما اونجا هم بر بازدارندگی ایالات متحده در آسیا و همچنین توانایی آمریکا و در نتیجه اروپایی‌ها برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه تأثیر خواهد داشت. یا همانطور که در مورد زلنسکی میبینیم توانایی او در استفاده از اتفاقات خلیج فارس برای تقویت موقعیت خودش. معروف است که او هیچ کارتی در دست نداره، اما به نظر میرسه حالا دارد صاحب کارتایی میشه. بله. بسیار خوب، برنامه شام ما مشخص شد. من تو قرار است با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ شام بخوری. لیلا تو هم قرار است برای شام بروی پیش استیو ویتکوف. من هم میرم به دنبال مجتبی خامنه‌ای بگردم و برایم آرزوی موفقیت کنی تا واقعا بتونم پیداش کنم. و احتمالاً در شام‌هایمان حرفای زیادی برای گفتن خواهیم داشت و شاید درباره آنچه در پادکست امروز گفتیم بیشتر فکر کنیم. ممنون از هر دوی شما. مشتاق دیدار در هفته آینده هستم. میبینمتون بچه‌ها. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.